آماده که فردا خواهرت یا که همسر دانشجو است میره در روز وحدت در روز استقلالیت در میدان فرونزه که میرقصه میره قبول داری؟ 100% که چه بعد دیگه دولت اسلامی رقص بازی نکنن. اگر که در استقلالیت کشور در یک سال یک بار رقص نه، بازی نه، میدان ورزشی نه، خواب جنباندن و تنس و شعر و سرود نه، تمام رسانه ها تاریخ استقلالیت کی امضا گذاشت؟ الو بله سازی که خوبه سلامت باشین تشکر. همین فقط مسئله کرونا ویروس اگر میزنه که چی در دیگه دولت کرونا ویروس نیست. این مثال گیریم چمپیونات اروپا رفته است این شودی ما بالچیکا رو به هر دکانور نداره. خب ای دیگه دولت رفته کرونا ویروس نگفته دولت چون پادش کرده است این روز پگاه فینال میشه آدم به این خب شودی پرتندی رو به ما جشن 30 سالگی داریم. ای سر ما این ویدیو شما رو تماشا داریم نوید کرده است. بس مسائل خب نوید همین که زنها و خواهرها میرقصن تو قبول داری امیره؟ تا فویز اکا چه بعد یعنی آماده که زن و خواهرت برقصه در پیش رحمانوف دیگه دولت اسلامی دا اکا نه تو دیگه کار نگیر. تو هم یک مسلمان از طریق جوته آماده که فردا خواهرت یا که همسر دانشجو است میره در روز وحدت در روز استقلالیت در میدان فرونزه که میرقصه میره قبول داری؟ 100% اکا چه بعد دیگه دولت اسلامی رقص بازی نکنن. یعنی تو هم یک مسلمان از طریق جوته دیگه دولت کار نگیر. در دولت های عربی هیچ چیز نیست. هیچ یک زن یک عرب زن یک دولت عرب یک مسلمانی واقعی نمیرقصه در پیش شیخ شوخی. او کدام یک به ایمان و کدام یک به اخلاصی است که میرقصه. فوتبال زده است هم چی بالچیکا بچه نیستن تماشا نمیکنن. کیا داد زده است؟ اینا دخترای عرب مثال عرب دسته دخترانه داره با این دخترها فوتبال میشن میرن بازی میکنن بچه‌ها تماشا دارن چی اکا تا از تنی خود جواب تکی تو قبول داری که دخترت پیش رحمانوف برقصه همین؟ من ایتان خودم گفت تمام ایتان خود گفتم که من قبول ندارم. من همچون یک شهروند قبول ندارم چون این فرهنگ ما نیست. همین فرهنگ ما چون مردم مسلمانیم برای مردم مسلمان این فرهنگ زیبنده نیست. یعنی فرهنگ بیگانه را چطوری که روسری و ریش و نماز و دیگر شما فرهنگ بیگانه میگین همین رقص و بازی را فرهنگ ما مردم مسلمان نیست. ما قبول نداریم این چیزا. چرا سر روی را نمیگیریم پس؟ هر کس اویله خودش در کار آخه پس اویله دیگر در چی کار میگیرین؟ روسری و ریش و دیگر رو نماز میگین چی کار میگیرین؟ چی کار دارین؟ چون شما اینا فقط همین تیما دارن یگان بار خیلی یگان تیمایی که مثال درباره دستگیری جمعیت باشه درباره مثال هم وقت پزنی جمعیت دگر میزن یگان بار در برآمداتون دستگیری جمعیت نیست. کدام جمعیت ما دستگیری نکرده؟ مگر همین بهترین خدمت نیست که میگیم که در همین حالت وضعین مردم بیزار بیمار نشود رقص بازی نکنه همین دستگیری نیست؟ ای وقت کانال تونوی کردن شما فقط تیمای پزنی ملت او خیر اینجا بحث سری پزنی نیست. آیا همین فکر مرا قبول داری یا نه؟ بیماری است در حالت اوج است بگذار حکومت رحمانوف بس صبر که همین استقلالیت تو استقلالیت میگی همین زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشته است؟ کی اکا کی با همون وارد تیمای کرونا ویروس مونده کی امضا گذاشته است؟ تو استقلالیت میگی کی امضا گذاشته؟ میگم نازی کی امضا گذاشته است؟ شما به فرق چی کی فرق داره برای من. چون تو از استقلالیت قصه داری. چون تو دعوای استقلال داری ما باید برقصیم. کی امضا گذاشته است؟ ها در دولت چرا در استقلالیت باید نزد رحمانوف برقصن؟ رحمانوف به استقلالیت چی ربط داره؟ اکا اینجا در ما وزی درباره حکومت درباره دولت همین سوال تو دعوای استقلالیت داری. تو آیا نیست معلومات داری که همون امضای کی از اعلامیه استقلال معلومات داری یا نه؟ مردک برای گو ها یا نه؟ تمام دیگه چی بحث نکن داری یا نه؟ تویر عبدالجبار امضا گذاشته گه کی؟ تویر عبدالجبار برای بخونو که دروغ میگوی امضای تویر عبدالجبار نیست در اعلامیه استقلالیت. امضای کیه؟ آخه برای بخون دیگه من نمیگم سلامت باشی. برای بخون جورا دانش طلب و بزرگی آموز گفته است. تابع نگران روز از روز. برای بخون جستجو بکن تاریخ بخون. آن ندیدی جورا
همون گپی که ما در بالا گفتم اینا تاثیرش. اگر که در استقلالیت کشور در یک سال یک بار رقص نه، بازی نه، میدان ورزشی نه، خواب جنباندن و تنس و شعر و سرود نه، تمام رسانه ها تاریخ استقلالیت کی امضا گذاشت؟ ستادگی تشکیل شد کیها بودن؟ به کجا رسید؟ اگر که این برنامه در تلویزیون رادیو میشد، نسل امروزه میدونست، نسل امروزه میدونست فایده منافع منفعت گپی مرا دید در کجاست که تو امروز میدونستی که زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشته است. تو امروز در رادیو و تلویزیون نگفته است که شما بدونین. پس دیدی که یک برنامه 2 ساعته 3 ساعته ما چقدر در جامعه فایده میاره. اگر یک بار حکومت همین ما را گوش بکنه و طبق برنامه ما کار بکنه، خیلی نسل ملت پیش میروه که در یک سال یک بار در عید زبان است، در وحدت است، در استقلالیت است، بیاین ما همین فرهنگ رقص بازی را ببریم، پس فایده نبوده است. برعکس بچه میلیون ها سومانی از بودجه کشور مصرف میشه، میفهمید؟ میلیون ها سومانی مصرف میشه. اما اگر همین تاریخ در تلویزیون و رادیو بگوی، روزنامه‌نگار خانه‌ها معاش میگیره، نوازنده معاش میگیره، سیانچی رژیسور معاش میگیره. برنامه‌ش نمیگوی دیگه تو در مورد فرهنگ رقص بازی گپ زن، در برنامه استقلالیت گپ زن. تاثیر استقلالیت در جامعه، استقلال ما چند ساله شد، کیها سنگ گذاشتن، کیها جان دادن، تا امروز چی ما به دست آوردیم، در کدام فضا ما استقلالیت داریم. اگر این را در تلویزیون و رادیو ها بگن، منفعتش چقدر، فایدهش چقدر است و رقص بازی چقدر است. مثال 100,000 100 میلیون 1 میلیون 10 میلیون سومانی مصرف میشوه، رقص بازی میکنن. 1 میلیون سومانی مصرف میشوه، تاریخ استقلالیت برای نسل میآموزانند. کدامش فایده زیادتر است؟ کدامش؟ عقل سلیم فکر میکنه.